من مهدی هستم و خوش اومدیم به چنل جی بی گیمز. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ اولین قسمت از سعی کن نخندی چنل همراه با عمورضای گل. سلام به بچهای گل. تو این ویدیو که میخوایم سعی کن نخندی بگیریم، حالا شرایط چی جوریه؟ سیستم چیه؟ زدی وسط خال. خیلی سوال خوبی پرسیدی. بچا این سعی کن نخندی یه سعی کن نخندی ساده نیست. این یه سعی کن نخندی آبیه. خب بچه‌ها دیگه فکر کنم همه حرفایی که بعد میزدم و زدم. خیلی زودتر زودم بریم سراغ ویدیو، چون بچه‌ها من از روز اولی که این چنل رو ساختم منتظر همچین ویدیویی بودم، ولی شرایطش نبود. حالا که شرایطش هست بالاخره میتونیم بگیریم. بریم سراغ ویدیو. خب آقا بریم سراغ اولین ویدیو، ببینیم آقا کربی چه آشی برای ما پخته. 350,000 تومان هم ما پول گرفته. داداش شارژش کن. شارژ کن برو بریم. زدی پر فکر میکردم با منه واقعا. ای پرنده مهاجر سفرت سلامت اما باشی با من رو ریختم میکروفون. وای که نشد خورد بدم دید. خدا لعنتت کنه. این چی بود؟ خب بچه همین اول کاری گند زدم به همه چی. تو مثل عبوس نشستی نگاه می‌کنی نمیخوای بخندی. خنده نداشت زیاده اینجوری که بخوای بتری. تراینات تو لبه نه هارد تراینات تو لب. خیلی اونجوری خنده شد باشی الان عجیب بود. باحال رفت بالا. بچه اونا صدای من مشکل پیدا نکرده باشه، این کلا پشمش خیس شد. حالا پشماش مهم شاید نباشه خیلی. حالا بریم سراغ بقیه بخندونه منو نزن. آب خیلی سخته. آره یادم شد مشملت خوردی؟ آره همین اینجوری فایده نداره. من گرد میزنم الان به زندگی بوده. من خیلی ضعیفم. فکر نمیگم اینقدر ضعیف باشم توی بازی. خنده نداره خیلی. امشب چه مهمونایی داری؟ بگیر و ببند. برو بیا. برو بهترین رستورانتون، تو بهترین رستوران بشین، بهترین شیشلیک و جلو کباب بخور. وقتی میای پای صندوق حساب کنی بگو من آقای هاشمی فرستاده. صندوقدار میگه آقای هاشمی غلط کرده. الو سلام علیکم. صداتون بلندتر باشه. سلام چطوری شما خانم؟ خوب هستی؟ سلام حالتون چطوره؟ بله واسه شالیزاریم. چطوری شما؟ خوبی؟ این هم مسابقه برخدشو، این هم بهمن هاشمی، این هم شبکه پنج. بگو من به تو بیشتر میخنده. تو که میخندی همه رو. خیلی خوبه. اونش خوب بود ولی خیلی تو دیگه پاره میشی. خدا خیلی خوب. این شبکه دست میخواه تو چیزی عدد نیمونه تا تا این ویدیو. ای وای ای وای قاطی کردی. جنبه سعی کن نخندی نداری اگه بری سعی کن نخندی. تجربه کمه.
وای این بهمن هاشمی خداست. این بچه چقدر خوبه. آره خوبه وای اصلا 2 تا کاراکتر مختلفه. اون دوبلور یه خفن این من اینجوری قاطی کنه که اصلا دیگه چیزی رو نمیفهمه دیگه. خیلی خوب بود. اینو بذار تا تاش بری. بله بله اوکی بقیه اینج ببین. اوه رفتیم کلیپ بعدی. کلیپ چه استوب نمیشه. من خیلی دوست دارم، خیلی هم علاقه دارم بهت ایمان دارم. لطفاً سر منو بزن. بزنم می‌دونی موقع که نازل بنزین از ماشین میاری بیرون چند قطره بنزین میریزه؟ یه 38 چند میلیمتری. درسته مقدارشون کمه ولی روزانه 37 میلیون ماشین میاد برای زدن بنزین. اگه جمعشون بزنیم کل این قطرات بنزین ریخته شده 37000 لیتر میشه. اگه کل 37000 لیتر بنزین رو به یه ماشین بزنی میتونه 30 دور زمین رو بزنه. طبیعتا بعد 30 دور خانمتون بهتون گیر میده و میگه باید یه کادوی برام بگیر. پس بهترین انتخابتون لازم مصرفخانه دیرگاز است چون بهترین محصولات با کمترین قیمت بهتون میدن با بهترین کیفیت. آدرسشون شهرستان ماهآباد. چی بود این واقعا سورئال بود؟ چی بود؟ 2 تا نکته. این که اصلا عجیب بود. این رپ دادم که واقعا داده حالا کار سختی که انجام. اینا رو دقیقاً گور ندیم به خدا. همین الان آره چیز میشیم. چی میگه؟ بالاخره یه جا تنفس باید بذاریم دیگه. تنفس همه تنفس تو کامنت ها تنفس بچا. همین الان تو کامنت ها تنفس کنیم. رو هزار کن. اوکی میریم سراغ بقیه کار. شارژش کن. عجب سوسیسی عجیب. اینا رو میتونی بکوبی زمین بشکنیشو پشما. Oh my god. ये मेरी बर्थईयर है, ये मेरी जन्म तारीख है, ये मेरी जन्म तारीख है, मेरे जन्म तारीख है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام بچه‌ها، من مهدی خیس هستم. تو عمرن نمیتونی منو ببری توی این؟ نه این آخه عباس ببین بچه‌ها. بابا خب خندم دیگه. من دیگه متوجه شدم این که من فکر می‌کنم تا الان مثلا خیلی یوتیوبرها مثلا ترند دولت میگم از این موقع میزنن زیر خنده بخندم مثلا جالب باشه. چیه
قاطی کرده کن. یه دیشه آب بوده زیرش. روی ریشه. این اینجوریه این نمیدونم تو دوربین پیدا میشه یا نه. یه بعضی موقع میزنه زیر خنده بخنده مثلا جالب باشه. وای خدا. نخه من یه ذره قطع چکی میکنم فقط خیلی خندم میره. من جایی خیلی داره عبوس بازی. نه خب بابا خندش تو داری ببین هارد تراینات تو لف انجام میدی میدونی؟ من فیلم بازی کنم یه عجیبی در اومده. تو دیگه خیلی شل کردی بابا نه تو تراینات تو نمیم چی الان؟ من ترای تو لف. داره سعی کن بخندی تو بیشتر. Hey there, buddy. I think you're a little lost. من قول دارم من یه گرم میزنم اینجا. کجا میخواست پیش بریم؟ من اصلا خود نده من سری میخورم. پردش کن یارو بشه برو گم شو. برو گم شو بقیه شو. ما فقط تو بسات تو زمین پول گیری نزد زمین پول گیری. خب میکنم 5 مثلا 1 ولی خوبه 3-1. من تو خندیدی نو؟ نه چرا دیگه باشه ولی چون زودتر خندید. درست. I'm Ana de Armas. What's your name? من ناچیز کسی نیستم. Вот у нас 2 мальчика катаются, не один, да, киселётик? Да, киселётик? بدبخت گربه. چرا گربه؟ یعنی ببین یه چیزی گفت تو بخواه نمیدونم آقا چرا یه بار دیگه من نمیدونم. وای خیلی خوب بودی ما یه دوتا پسر داریم میچرخم. گربه 2-3 چرخم رو هوا زد. وای چیزی داویدو نمونده. دوون بیارم چیه؟ از این دکمه که داری این دکمه از این هی خیلی آب بچگه. Hey, look, y'all really think he look like Steve Harvey? Huh?
چقدر آب خوردم اوه من نصفه خورد، تو بیشتر من خوردی؟ تو بابا اینا رو توف کردی ریختی بیرون. اینه چه خیسه. من حقیقتا یه ذره نگران میکروفونامونم حقیقتا. مثلا میکروفون من داره ازش آب میچه. یعنی ممکنه بریم ببینیم بعدن صدایی ازت در نیاد. اصلا ممکنه بچه‌ها نبینن، از ما داریم با روح حرف میزنیم الان مثلا. اینه که بده. آره این خیلی بده. خب نظر در مورد ویدیوهای آقا کروی چی بود؟ حقیقتا میدونست بیشتر از این تلاش کن. حقیقتا آقا کروی میدونست بیشتر از این تلاش کن. حقیقتا آقا کروی درام خیلی خندان الان. آره تو که عبوس نشستی من حاضرم شاید نمی ویدیو 50 تا ویو بیشتر نمیخوره. چرا خب تو که خوب پاره میشدی دیگه. من پاره من یکی دو من چند بار مگه توان پاره شدن دارم. دوبارم تو پاره میشدی. دیگه مقصد خودم پاره کنم که. خب بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین. بچه سیستم ترانه تو لپ اینجوریه که من نمیخوام زیاد ترانه تو لپ بذارم. هر موقع آخرین قسمت ترانه تو لپ که میشه همین قسمتی که الان میخوام بذارم به 50 تا 20 تا لایک و 50 تا کامنت برسه ترانه تو لپ بعدی رو میسازم. سری بعد با آقا کروی. آره خلاصه هر موقع قبلی تا یه حدی بره بعدی رو میسازم. اینجوری سیستم ترانه تو لپ. پس اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کامنت قشنگ یادتون نره. حرفی حدیثی که الان آخری بعدن یه دونه کاستومایز شده برای من بساز. آره تو رو بعد اینجوری بخندونم. ولی باحال بود. خوش گذاشتم. آره در کل اوکی بود. بچه‌ها همونطور که گفتم لایک ویدیوتون نره. تا ویدیو بعدی و قسمت بعدی مواظب خودتون باشین.